چی پیازه بیزم؟ یک پیاز میکنم برای چاش دیگه چیکار کنم؟ آخه چای ندارم یه پیاله بیاری خیلی توش نیام. نه چای ندارم. چرا از تو چه کار میگی دیگه چای دام نکردی؟ یک پیاله چای حالی تو نمیشه. آره نمیشه من از کی میمونم که از دست رخت نمیتونی بری ما بخری؟ کاره؟ از کی میمونم که از دست رخت نمیتونی بری ما بخری؟ چرا اول رخت نداری؟ دارم رخت نمایم دیگه تا کی رو برخ کنم؟ چیکار شده اونا که ما نمیری؟ اونا رو عمود برم تا کسی نیزو برخ نمیکنه. من خواهر خو میمونم تو برسه بیشتر رختای خریده شوی بزن. میگم کسی میاد شما زنکا پرسان کنه. همین رختا همین مرتکا چرا عمود نمیره؟ و این مرتکا هم یادم بگیم از شما هم عمود برفته بخواه یک دست رخت یار کن. مرتکا به هیچ جا نمیرم تا شما سر کارم. جا از شما خیلی گپ مفت نزد کامی چای تیار کنه که مونده علا کنه. نداریم چای نگاه بشینی که دادم کنم چای نیفتونم. خواهر بگو مثلا که تو مثلا کشه تعریف میکنه که رختای برای من خیلی شونه که چی بگو؟ من از میمونم. تو که از من روزه که کلانتر هم هسته. که دو خوار بابا تو زنگ زد. زن نورالله. همین زن نورالله که 24 ساعت نون ما بخون غطه میده. چرا نیست شما بخون غطه ده راست میگه دیگه؟ همین تره دیگه. اگر اینکه کلمش هم بخون میخره و تو فیلت کرده زنگ میزنه. خب یعنی میگه تا بخون بخواد تو از کی میبینید؟ ما از کدوم زن مردم میمونم؟ تو مثلا عقل کمال نداره که بزو بگی من ندارم. شو من نداره. نورالله خود اول 20 جدیم زمین داره. آن اگه من بگم ندارم مردم هم میگه نداره میگه شو مردم هم نشکار که مرا. مردم هم میبینه که من ندارم. خیلی گپ مفت نزد پیاله چای بیاره. حالا من گیشت مرد تو بجیش بیم. هم طولی و رخت من نمیفهم که تو که از این رخت سیر میشی. من ندارم دیگه همین از این سال مردم که من نمیمونم دیگه. چون من داریم آخر که رخت رو یک بونه تیار میکنم. من بگیرم هم کنه میشه دیگه. اگه میرم هم راه شما بگیم که راهی تو شکم تو سیره. نیه چی شکم؟ نفس تو اینجا گرم از هیچ کس من نمیمونم. من قام زمستون وردشته که زمستون بیه چی بخوریم تو به قام از اینه که تو رخت رو برد کنی. من سر نمیکنم. من جای بدار باشم چی رخت بدارم که برد کنم. هیچ گپ میگه حوصله کن. بعد تو که دل تو ماه بدار میشه حوصله کن بدار شد. نمیدونم بخونه خواهر خونه بخونه برای آخر چرا که رخت ندارم. میگم که راه خدا میادش. رختا تو مال به سالوقا جا نمیشه با رخت نداری. اونا بخونه درد من درد نمیخورم. یک دست رخت دیگه دست 10,000 15,000 تو خود رخت خریده دیگه. من 10,000 و 8,000 بستم و 5,000 بستم. چیش ماه منوشم 10-15 داری به خدایی بهم سرکلی تو میایه. نورالله که رخت میخره او داره و تو بگفتم او داره. او عمال 20 جریب زمین داره. 2 تا 100 تا فعلا و مزدور داره. گاو گوسپندار بروسه کو من چی دارم؟ میشه که من که سال بام 12 ماه یگانه که تر ببرم و گپ گوش کشم هر کسی یک تا برخی من بگم من کرایه سرات ندارم که بدون با دارم که به تو برم رخت بخرم. راست میگم اون خواهر من چی میگه دروغ نمیگه. میگه از این این چیز آستا نمیدونم تو کش بخوری نه رخت بخوری مگه هر موقع تو خیرات و دونو تو خیراتی هم راینه. نه خیرات نه خیرات بده من بگم قوم خیشاخ بده. راست میگم اون تو دست رخت خود هستش جیره اینا که دست رو چه بخوریم و. هیچ نیاز نیه. حالی چی گپ داری؟ رخت باید من این چی بزی که پالا میکنم. این تا نمیشه خوب. من مگر برو من نزدیک خودی شوی گپ زنم سرگوشی روا کنم بگم نورالله همین زندگی ما خراب نکن همین زن تو فیلت کرده یک سر زن میزنه مگر رفت یک سر زن میزنه مگر رفت شوی چی کار داره بزی کن راست میگه تو این شوی میکنی میمونی با من یک دست رخت بخر 2,000 نمیگم با 10,000 بخر با 2,000 بخر سرکله تو 500 روپیه نمیارزه تو باز حال باش که من برم یک دفعه خودی شوی حال به هم نزدیک گپ زنم تو که به خونی خونه فهمیدی آه دیگه گپ که بشه تو به کلی شوی نمیگم تو چرا بمیگی دیگه یک دست رخت بخر ای خدا سلام. استني كوكو كومي خيرات بخير سلامات. يا راسي شكرا سلامات. بیای بفرمایید. اصلا کوکو بله بیای. خبر خوش چیه؟ عجیب و زیبا کار شما دیگه جور میشه نمیگی چرا؟ کار ما جور میشه. نون تو بروغ نمیشه
اشته مثلا دور به اینجا مگر به نام بچه ارباب از بعد مردم بشناسم پیار تو مای بخیر خوشی ارباب شه همه مردم به زیر دادم هست کوکو می برس کسی نباش بیا یا الله بفرما بیا کینه؟ چی کاکا منه سلام علیکم. سلام علیکم. کینه خوبی کیا الحمدلله شکریات. شکر. الحمدلله. میگم کوکو. بله. من بیام آدمی که پیش شما. بله. ما دیشب با ماچه دیدم. همین مردم کاسته، همین مردم خیلی ما کاسته. همین 3 ساعت 4 ساعت خونه کاسته. همینا همه که به داخل ماچه همه جمع بودم. همین گپ زدم که باید همین جلال الدین ارباب باشه. فهمیدین؟ شما دیشب نبودین که همین جریان شما خبر بدین گفتم باشه بالا بیام به شما بگو. همین مردم جمع شدم به ماچتم منتظر به شما نم که شما اگه باشه به خیر خوشی بریم همینجی هم اربابی قبول کنین. همین محمد عبدالرشید کاست همین ارباب ما کاستال فعلا. مردم گفتن ما به پیش از اینکه میریم عریضه داریم یا گپ داریم یا مشکل داریم گپ ما رو گوش نمیکنه عریضه ما رو امضا نمیکنه سر صدا خود ما میکنه. ایر نمایم. ایر مایم از اربابی بیرون کنم خبر بخوام. سکو کوکو به تو یک چیزی بگم ما اربابی نمیکنم آخری خب کاری از اگه خب گپ این نمیده. وصیت پدرانه همین پیار ما که بابو شما باشه خدا بیامرز 22 سال ارباب بود نونی هم دونون نبود تا شما ما میدویدیم این به شکم مردم میکرد این بزی میداد و بزی میداد و بزی روزی که خدا بیامرز بمرد گو بابا یک وصیت میکنم به شرط به گوش خود بگیری همین اربابی یک وقتی عرض میشه تو به دوش خود نگیری چرا ما میراسه که پیار ما ارباب بوده حالا که با تو نگیری چله بابا از این کار بیتر نمیشه بابا سکور بابا تو یک چیزی بگو جینجال داره بدو داره مثلا نزدیک سوالا داره ما نمیتونم گفتادم بابا اشته نمیتونین 9 سال 12 برگانه شوی نه مردم قبول کار زندگی شما خوب میشه. من نمیتونم هم نمیکنم بابا خواهی مردم آخه حالی شما اعتبار داره شما انتخاب کرده امی پیار خدا بیامرز ما گفت من مگر گپ بزر پاخو کنم نمیکنم خیلی زحمت داره بدو داره 24 سال مگر بولیس ولی بابا کار خوبیه دیگه این زحمت هم 24 داره سال مگر بولیس ولی بدو حالا مردم هم اگه جمع شدم منتظر به شما نم ما جواب از این مردم برم چی بودم همین مردم هم به شما رضیم. برو برینا بگو کاکا ما گفتم که این کار از واسه منیه از واسه منیه دیگه کسی انتخاب کنی همین که ما کار شما جور شه شما بابا راست میگه نه کنید جواب گلدی نده بابا شما جواب بدی که اصلا مرباب نمیشم ها دیگه نمیتونم از منیه بابا اشته نمیتونم یکی وصیت پدرانه یکی از منیه بروف داره هر روز مگر ما بدم بولیس ولی وی بری بر یکی کلیم هم خراب شده کار نمیکنه برو کاکا برای مردم بگو کاکا به جواب دادن گفتم نمیتونم عوض منی ایتم نگو که دختم او گفتم عوض منیه همین که باز ما کارگاه شما خدا جور کنه شما میگیم بابا نمیته که پا زنده مردم سرد بکنه نمیتونم خیلی باشه کاکو. خب به خدا صبر بشین چای بیار بشین خدا حافظ سلام. بابا آخه شما این کار موثر شده از این کار بیتر که شما جواب بده که من نمیتونم سکو بچه من این کارا حال مشکلات ها زیاد شده بابا این مشکلات ها زیاد شده حالا گروش زیادتره بده خب من خودی شما هستم بعضی کمک خود شما کمک میکنم کاری که من بکنم تو کرده نمیتونی من نمیتونم این کار پیش برم ای مردم عوض بابا عوض مال پیر شده کله ما کار نمیکنه خیلی به این کار علاقه نکن های مردم منطقه شما رو انتخاب کردن شما هم جواب رده بدین نمیشون نمیتونم عوض منی بابا کاری نکن که من به عذاب کنی اختیار خود داره بابا نمیشه چیزی بگو خدا شما مردم بگیره خدا شما بگیره خدا شما بگیره خدا شما دهنه بلند کنه خدا شما مردم سرکام مردم شما بگیره خدا شما سرکام شما بگیره خدا شما بگیره خدا شما به زیر خدا کنه دهنه بلند شد
چرا گریه میکنی؟ خدا شما رو بگیره. کی خدا بگیره؟ شما رو بگیره. خدا تو پیار تو مادر تو خواهر همه مالر بگیره. خدا نفته کنه بیری تو دل دیونه بگیره تو چرا میگی خدا بلند شما؟ برو یک بجیبی. چکار شده چری؟ با گریه میکنی چه نفری میکنی؟ چه پیار من بیرو کرده. از چی بیری کردم؟ عربی عربی از عربی بیرو کردم پیار تو همین تو آدم ناسپاسی بودم آدمی بود که میگه سزای نیکی بدیه یاد پوره به همین مردم خدمت کردم این پیار خدا تو سر بگیره پیار تو مادر تو لکه بگیره محله لکه بگیره خدا- وزیر خونه بلوم به وزیر خونه باشی پیار خدا تو پیار تو بگیره برای یک بگی بگو با خدا تو رو میگم فرش زمین میکنم همین تو آدم گندی بود پیار تو کر بدر کردم اگه به همین مردم خدمت نکرد چری بدر میکردم حالی تو چری گیده میکنی؟ چرا به تو خوب بپرد اگه سلیت ندارم وقتی که پیار تو اربا بود چی سلیت داشتی؟ فقط پیار علی را تخت ریاست جمهوری نکردم خدا گیلا گریه میکنی خدا شما بگیره خدا شما بگیره چرا؟ بسید متحر باشی همین تیارا بیان چپش خدا بلوم بماره همه شما محله ما خدای بالا تو با نمیلون به همه شما بماره چی گفته؟ چرا پیار به بیرو کردی؟ از کجا بیری کنی؟ اصلا به تربا از عربه میگه که چرا پیار می بیرون خیلی گپ اینیه پیاتونی اگه همسایی دیگه چی فرق میکنه؟ چرا من خیلی سلیت داشتم خدای میت سلیت داشتی که دروازه شهر بند من مرتگه اینجا من مرتگه استاده بده بیزو میگو تو تکون نخورد با خفتن تکون نمیخورد تو به چه ارباب بیدی؟ خدا شما بگیره خدا شما بگیره مثل بیبی به این نفری های خلق و نگ زرنون بشینو میگو سکو زهره بگرشی سیکو هر کی پیار می بینی خدا کرده داره گیرد مردم نفری برای یک بچه برو سکو گیلا 100 سال لگان که تیر نشه گوش کش که چی میگم یلا کن عددی 100 مردی بیام خط بشو سگو با تو چی بگم 100 سال دیگه که تیر نشه مردم تو رو به نام به چه ارباب میشناسن ها بلیا تماچه زندگی اگه یک لک به ما فایده بشه نمه پیار کی لک دیگه ارباب استفاده بکنیم من نفری تو میکنم خیلی پیار توی من نصف شب از جا خبر میخواستم من نصف شب از جا خبر میخواستم میشینم را جا جا میشینم نفری میکنم به سر نونم بشینم ما هر شب نون دوغ داریم به پیار سر تو خاطر آدم خشینی بود بفهمیدی کمی تعصب خرابی بود جواب کدو همی همسایه را پیار تو به خوبی بدم خیلی به حساب خریبی تیر میکنم هم نخور گیلا گپ اینیه اینا همه در دروازه شما پیار می نو کرده ای برقا شما بلیا شما گشتگی موشا شما شیشتم لقه تک پیسی میکردم حالا همه پولدار شده از کیسا پیار می خدا شما بگیره خدا شما بگیره محله همه بی خورتکو کارم